و چه سیستم غریبی هم هست که هیچ سیستم دیکتاتوری دو جهان بزرگترینش نمیتونه کنترل کنه. یعنی هیچ سیستم تفتیش عقاید نمیتونه کنترل بکنه رویا کردن تو رو میتونه جسماً در یک زندان، در یک سلول حبس بکنن، اما تو این توانایی رو داری که مثلا در دوران محکومیتت که چندین ساله عمدتاً خارج از اونجا به سر ببری بدون که کسی بتونه تو رو کنترل کنه. در واقع با شکل رویا کردن تو از دیوارهای صعب العبور میگذری بدون اینکه اثری به جا بذاری و برمیگردی. حالا باز برگشتن به نظر من، خب ما میگیم وقتی میریم بیرون چرا برمیگردیم در واقع، و این اون اعتبار واقعیته که تو باید برگردی به واقعیت برای اینکه ببینی واقعیت چیه. در واقع از طریق رویا کردن این شانس رو داری که تحمل بکنی بعضی از سختی‌های زندگی که غیر قابل تغییرن. یعنی میری بیرون رویا میکنی، تر و تازه تر برمیگردی. مثل میگم فضای اتاقی که وقتی خفه و بسته است، پنجره رو باز میکنی و رو به بیرون و اجازه میدی که هوا داخل اتاق بشه و یا خودت نفس میکشی. رویا یه پنجره است به نظر من به زندگی ما.